اگه میمونا یه دونه موز داشته باشن موز کمه، موز با ارزشه. ولی اگه میمونا موز پرورش بدن اون وقت همه موز دارن. موز دیگه اونقدر با ارزش نیست. تورم ناشی از افزایش تقاضا. میمون‌ها یه دفعه تعداد زیادی موز میخوان، اما کشاورز همون مقدار موز قبلی رو پرورش داده. قیمت موز میره بالا چون موز کمیابه. تورم ناشی از فشار هزینه. تقاضا برای موز مثل همیشه است، اما کشاورز موز کافی برای فروش نداره. قیمت موز میره بالا چون موز از قبل هم نایاب‌تر شده. تورم ناشی از افزایش هزینه تولید. میمون موز میخره. میمون موز رو میخوره. زندگی خیلی خوبه. میمون به دوستای میمونیش درباره فروشگاه موز میگه. میمون‌ها همه موزها رو میخرن. کشاورز مجبور درخت موز بیشتری بکاره، اما قیمت بذر موز گرون شده. پس کشاورز موز برمیگرده مغازه و قیمت موز رو میبره بالا تا بتونه از پس هزینه ها بر بیاد. تورم پولی. اگه تقاضا برای موز مثل همیشه باشه و عرضه موز هم مثل هر روز باشه، اما میمونا برای خرید موز برگ بیشتری نسبت به قبل داشته باشن، قیمت موز میره بالا چون برگ‌ها دیگه اون ارزش قبل رو ندارن. ابرتورم. قیمت موز رفته بالا. پس دولت میمون‌ها تصمیم میگیره برگ بیشتری تولید کنه تا میمونا بتونن موز بخرن. میمونا میرن و موز بیشتری میخرن، ولی قیمت موز هم میره بالا تا با تقاضا هماهنگ باشه. پس دولت میمونا برگ بیشتری تولید میکنه، اما باز هم قیمت موز میره بالا تا دوباره با تقاضا هماهنگ بشه. پس دولت میمونا دوباره برگ تولید میکنه و باز قیمت موز میره بالا. دیگه داره مسخره میشه. آخرش دولت میمونا تصمیم میگیره همه برگ‌ها رو بسوزونه و شروع کنه به ساختن چوب. پول جدید. تورم همیشه هم برای میمون بد نیست. اگه تعداد برگ‌های میمون و قیمت موز با هم و به یه اندازه زیاد بشن، میمون خوشحاله. اگه تعداد برگ‌های میمون بیشتر بشه ولی قیمت موز ثابت بمونه، میمون مثل چی پولداره. اگه تعداد برگ‌های میمون ثابت بمونه اما قیمت موز بره بالا، میمون فقیره. میمون ناراحته. میمون تازه مثل ما شده. برای جلوگیری از تورم میمون باید در موز سرمایه گذاری کنه، چون این باعث میشه موز بیشتری داشته باشه. البته زمان میبره. گاهی وقتا تورم میتونه حسابی موزی بشه. لطفا سابسکرایب کنید.